شد که آقا باید ما دوباره بریم سراغ پیجر. خب سفارش دادن و به یک شرکت ایرانی هم سفارش دادن. اون شرکت ایرانی هم احتمالاً قبل از پیجر تو کار ختنه بدون درد و خونریزی بوده و همین موضوع کار دست خریداراش داده. اینجا یه اشکالی پیش اومد که آقا اینا باید چک میشد از نظر حفاظتی. حالا هیچ کس به ذهنش نمیرسید که پیجر تبدیل به یک بمب بشه، ولی حداقل از این باب که ممکنه میکروفونی توش باشه، نه همینطوری در اختیار بردار گذاشته شد. معلومه که به ذهنشون نمیرسیده. آدمایی که در عصر ارتباطات و هوش مصنوعی همچنان از تکنولوژی 30 سال پیش برای ارسال پیام استفاده میکنن، اگه عقلشون به این چیزا میرسید عجیب بود. حالا خوشبختانه از اون 5000 تا 2000 تاش هنوز توضیح نشده بود، 3000 تاش توضیح شده بود. خب خدا رو شکر. بله نیمه پر لیوانو باید دید. به هر حال مهم اینه که اونا الان از یک سازمان تک جنسیتی تبدیل به یک مجموعه مختلط شدن. کارشناسان در برنامه اینک مقاومت شبکه خبر اظهاراتی رو درباره حادثه انفجار پیجرها در لبنان داشتند که این اظهارات قابل تایید نیست و پیشتر هم حزب الله لبنان این موضوع رو رد کرده. کلی هزینه میکنید برنامه میسازید، بعد واسه برنامه کارشناس میارید، بهش تریبون میدید حرف بزنه که بعد توی برنامه دیگه یه کارشناس دیگه بیاد حرفایی که اون کارشناس تو اون برنامه زده رو تکذیب کنه. خونه باز کردیم. اولین منبعی که مردم میرن سراغ کسب خبر رسانه ملی است و بعد با یک فاصله معنیداری شبکه‌های اجتماعی در واقع شروع میشن. سالهاست روند اینه دیگه، مردم تا یه شایعه میشنون سریع میرن تلویزیون رو روشن میکنن ببینن صدا و سیما تکذیبش میکنه یا نه. اگه تکذیب کرد یعنی 100% حقیقت داره. یعنی مردم یه واقعی که تو کشور اتفاق میفته اول میرن اخبار صدا و سیما رو میبینن، یعنی زودتر از شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی در دسترس تره. نه شبکه‌های اجتماعی مال مرحله دومه. یعنی وقتی که مطمئن شدن صدا و سیما مثل همیشه حرف مفت زده، حالا وقت اینه که مردم بیان تو اینستاگرام و توییتر فوش رو حواله یکتون کنن. جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک ملاک و معیاری برای آدما. یعنی شما میگه آقا نظر در مورد این لیوان چیه؟ میگه نظر جمهوری اسلامی چیه؟ میگه خوبه. میگه خب نه نظر من بده. البته جمهوری اسلامی به نظر من صلاحیت نظر دادن در مورد خوب و بد بودن لیوان رو هم نداره. اونا نهایتا باید در مورد کیفیت آفتابه اظهار فضل کنن. روایت شنیدنی سفیر ژاپن در تهران از تجربه عمل جراحیش در ایران در حاشیه دیدار با وزیر بهداشت. من در ماه نوامبر جراحی کمر دیسک در تهران داشتم. چه روایت شنیدنی بود. حالا باز شانس آوردی تو دوره وزارت این وزیر دیسک کمرت عود کرد که برات عملش کردن. چند سال پیش اگه بود که با یه خودت به مال جمع می‌کردن قضیه رو. وقتی پیشرفت‌های پزشکی ایران چشم بادامی‌ها رو حیرت زده می‌کنه. ولی من مطمئنم همین چشم بادامی ها اگر 4 تا از دکترهای مغز فندقی طب سنتی شما رو ببینن، پس رفت‌های پزشکیتون خیلی بیشتر متعجبشون میکنه. برای درمان چشم که از کودکی به آستیگمات مبتلا هست چه توصیه‌ای دارید؟ تا حالا 90 بار حجامت کردم، از زیر شانه پشت کردن فایده نداره. مرد حسابی چشات ضعیفه، چرا گردن تو دستکاری میکنی؟ به خدا ضعیفی چشم به کف دست بیشتر ارتباط داره تا پس گردن. یک زمادی درست بکنن از یونجه، این زماد رو شب بذارن روی چشمشون رو ببندن، توی سوپشون هم به جای سبزیجات یونجه بریزن. بالاخره بعد از مدت‌ها یک تجویز درست از یک پزشک طب سنتی دیدیم. واقعا بهترین تجویز واسه آدمی که برای درمان آستیگمات چشم به جای گذاشتن عینک میره 90 بار حجامت میکنه همین کاه و یونجه و علوفه است. یکی از داروهای بسیار مهم در ترک اعتیاد معتادان همین عرق یونجه است، یا جوشانده یونجه یا دم کرده یونجه. آخه یونجه اگه اینقدر خاصیت داشت که الان جای تو خر و گاو داشتن چرتف میدادن. اصلا باید بهتون بابت انتخاب همچین تغذیه سالمی لوح تقدیر داد. شما یه بار به جای عرق یونجه عرق کشمش بده دست مشتریات، من قول میدم از فردا فروش 3 برابر شه. یادم شما گفتید که یه مصاحبه شما کردم خیلی هم چرخید تو فضای مجازی، گفتید من وزیر سرویس‌های بهداشتی ام. با توجه به حجم ترمالی که این مدت به مراکز گردشگری و آثار باستانی و اماکن تاریخی زده شده خیلی پربیرا هم نگفته ها. متاسفانه ما در کنار اون همه میراث فرهنگی قدیمی یه میراث بی فرهنگی هم داریم که هرچند 46 سال بیشتر قدمت نداره ولی یه تاریخو به گند کشیده.
خوشبختانه آقای عارف دیدید که مهمترین مسئله‌ای که مطرح کرد سرویس‌های بهداشتی بود. اوه این مردک دائم السکوت و خیلی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به خلا دخالت ندید که 4 روز دیگه با صدا گوزیدن و تو تمام توالت‌های عمومی کشور ممنوع میکنه. من یک قرارداد 1000 سرویس بهداشتی با یه سرمایه‌گذار خارجی آماده کرده بودم. خوبه دیگه، عرضه ساختن استادیوم 100,000 نفری که ندارید، حداقل یه ورزشگاه 100,000 توالتی افتتاح کنید. اسمش هم بذارید سانتیاگو ترنابئو. رو درش هم بنویسید از تولید به مصرف. داخل نمیتونستیم نه اون به یه دلیلی میخواد نه اینکه نمیتونیم. ببین اشتباه نگید یه دفعه. نه تونستن که میتونن، ولی خب اگه توالت ساختنتون هم مثل مسکن مهر ساختنتون باشه که خیلی بده. آدم مثلا توش احساس امنیت و حریم شخصی نمیکنه. اگرم خدایی نکرده یه زمان 4 نفر به بالا همزمان زوارشون در بره که کل مجموعه 10,000 تایی میاد پایین. خارجی بیاد واسه ما سرویس بهداشتی بسازه بده؟ خب بریم چرا نمیریم بسازیم؟ اصلا خارجی ها رو بذاری سرویس بسازن بده؟ نه باش، فقط به هر خارجی میخواید برید واسهتون توالت بسازه به چین ندید وجدانم که اونا در ازاش کم نصف شبکه فاضلاب کشور رو برمی‌دارن و خودشون میبرن تا 50 سال بعدم پسش نمیدن. غروب رباتکریم که داره جهانی میشه کم کم و تقریبا جهانی شده و واقعا زیبا و مثال زدنی هستش. بله الان شما هر کجای جهان هر آژانس مسافرتی که بری توی ژورنالش صفحه اول عکس غروب رباتکریم رو میبینی. بعد اهرام ثلاثه و آبشار نیاگارا و شانزلیزه و دیوار چین و بقیه این جاذبه‌های توریستی خزوخی. به معاونت فرهنگیمون هم تاکید کردیم که ان شاءالله به زودی مسابقه عکس با عنوان غروب رباتکریم ان شاءالله برگزار میشه. آفرین من اطمینان دارم که این مسابقه رو اگر خوب برگزار کنی جوری که بازتاب جهانی داشته باشه، سری بعد که رونالدو بیاد ایران به جای برج خلیفه میگه عکس زنمو بذارید تو دیوار قلعه حسن خان. تو کشورهای مختلف بعضی جاذبه‌های توریستی هستن که خیلی ناچیزن اما جذب توریست میکنن. به نظر شما این غروب رباتکریم میتونه همچین پتانسیلی داشته باشه یا نه؟ قطعا میتونه جذب توریست داشته باشه. بله قطعا. شما یکم فضا رو اگر باز کنید نصف عشاق جهان به جای برج پیزا و برج ایفل میان تو رباتکریم به عشقشون درخواست ازدواج میدن. بعدش هم هماهنگ میکنیم پلیس بیاد دستگیرشون کنه و توی پاسگاه هم خطبه عقدشون رو میخونیم. این خودش میشه جاذبه توریستی هستن. مهم نیست که بخواد مثلا حالا رو سری بذاره، خیلی تأثیری روی لذتی که داره از سفرش میبره نداره و ممکنه مثلا تو این هفته یه سری کارهایی که تو کشور خودش خیلی راحت انجام میده تو ایران نتونه انجام بده ولی خیلی براش مهم نیست. آره بابا، حالا یه هفته هم به جای تکیلا دوغ آبلی بخورن و به جای بیکینی چادر خفاشی بپوشن و به جای دیسکو برن نماز جمعه، چیزی نمیشه که. و این یه تجربه جدیدیه چون اصلا خارجی‌ها این تجربه رو به خاطر این تجربه خیلی سفر می‌کنن. اصلا محدودیت‌های ایران بهترین تفریح واسه خارجی‌ها، به خصوص اون خارجیایی که تازه از تیمارستان مرخص شدن و مازوخیسمشون هنوز کامل درمان نشده. چرا اینقدر بی‌تفاوت شدیم که داخل کشور خودمون زنهای ایرانی جرأت دادن با کشف حجاب‌هاشون به یک زن خارجی بیاد کشف حجاب کنه و قانون رو زیر پا بذاره. سلام ایرانی؟ یور اسکارف میس تhank you. اینو میفرستادن جای اون که فرستاده بودن تو مجلس سخنرانی کنه. البته سوال اصلی اینه که اون مملکت چرا خر تو خر شده که یه خری مثل تو به خودش جرأت میده راه بیفته تو خیابون سرشو تو ماتحت هرچی ایرانی و خارجی و دورگز فرو کنه. والله به خدا.